این جوان یکی از آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر در هرات است. مردی که خانه و کاشانه آن تومه سیلاب در مرکز شهر هرات شده است. او اکنون همراه با 7 کودک سر و نیم سر خود شب روز را بدون سرپناه سپری می کند. او شکایت دارد که مقامات به اعتراض او گوش نمی کنند. اکنون برای فروکش کردن این مشکل یخن خود را در مقابل دفتر والی هرات پاره کرده و این وضعیت را ناشی از بی‌تفاوتی مقامات دولتی می داند. من متعرونم 7 نفر فامیلم سرا خومی داشتم سرام هم چپه شده وضاحت 100 روپیه کرایه ندارم افشه بالا کلوخایم. سیلاب‌ها در چند روز اخیر هراتیان زیاد را خساره‌مند ساخته است. خانواده‌های آسیب دیده شکایت دارند که دولت با آنان کدام توجهی در این زمینه نکرده است. مدت 6 ماه میشه همین نیمه کاره کردم که او از داخل بازار میزنه به این شما شاهدیم که این خندقا این جلو اینا همه با قایق هم حتی فیل شده نمیشد. در حدود 1 متر و 30 سانتی داخل خانه ما بود. قسمی بود که حتی داخل شدن داخل خانه خیلی مشکل بود. یک مشکل بسیار سخت تا توانستم خانواده خود را از داخل بیرون کشم. مقامات محلی همواره روی یک حرف پافشاری دارند و آن اینکه کمیته حالات اضطرار در صدد کمک به آسیب دیدگان است. میلیون ها دلار خساره برای مردم یا میلیون ها 10 میلیون افغانی به مردم خساره رسیدن. تیمای ما 8 صبح امروز جلسه داشتن و دیشب تا 12 شب در خدمت مردم بودن. امروز هم بررسی های خود میکنن. از طریق تلفن ما جمع آوری کردیم معلومات کدام مناطق متضرر شدن. بررسی های خود میکنن. از طریق کمیته مبارزه با حوادث ان شاء الله ما به این مردمایی که متضرر هستند کمک میکنیم. از روز گذشته مقامات ارشد حکومت محلی در نقاط مختلف شهر برآمدند تا راه را برای جلوگیری از سیلاب‌ها در مرکز شهر هرات جستجو کنند. اما دیده می شود که آنان ناوقت به صدد این تصمیم برآمدند. سیلاب‌های 2 روز گذشته میلیون‌ها افغانی به مردم هرات خساره رسانده است. دلیل سرازیر شدن این سیلاب‌ها تخریب کانال جوینو در شمال شهر هرات از سوی مسئولین محلی خوانده می شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.